پلنگ در صورتی به شما صدمه میرسونه که ارتفاعش از شما پایین تر باشه، یعنی محیط نباشه، به شما زاویه دید درستی نداشته باشه. ولی اگر از شما بالاتر باشه به شما کاری نداره، شما از کنارش رد میشین، هیچ کاری به شما نداره. ولی اگر کوتاه‌تر باشه ارتفاعش از شما، ممکنه به شما گزند برسونه. دقیقاً همین حال انسان هاست. وقتی ما حالمون مرتفع با کیفیت، یعنی آگاهیم، یعنی روشن محیط بر ما و هیچ گزندی نمیتونیم به کسی برسونیم، الا زمانی که این سطح حال افت پیدا میکنه و مضطربیم، افسرده‌ایم، نگرانیم و صرفاً افرادی که نگرانن میتونن ضربه بزنن، حسادت کنن، قضاوت کنن و قساوت کنن. ولی یک انسان آرام به هیچ عنوان، چون محیطه، چون احاطه داره بر محیط، آگاهه و به وفور و برکت و فراوانی دنیا احاطه داره، نیازی نمیبینه که به کسی صدمه‌ای برسه. حال به سن و سال مربوط نیست. ممکنه 120 سال باشی و حالت خوب باشه و ممکنه سن و سال پایینی داشته باشی، پس هیچ زمان سن و سال رو به حال ارتباط ندید.